الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خداوند متعال بعضی از قصص رو در قرآن کریم ذکر کرده اند و در ذیل آن جمله‌ای رو دارند که قابل توجه است. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الألباب. این داستانهایی رو که من برای شما نقل میکنم، این مطالبی رو که در قرآن کریم از وقایعی که رخ داده است متذکر میشوند، اصحاب خرد او رو درک میکنن. کسانی که وقتی این وقایع براشون نقل شد از اون عبرت بگیرند. لذا خداوند متعال وقایعی رو در قرآن نقل کرده و اون رو برای خود شعائر قرار داده. شعائر جمع شعیره است. هر چیزی که انسان رو یاد خدا بیندازد اونو بهش میگن شعائر. ان الصفا والمروة من شعائر الله. بین این دو کوه چه واقعی رخ داده است که انسان وقتی نگاه به این دو کوه میکند یا یاد نام آنها را میشنود یاد خدا میفته. ابراهیم وقتی که کار براش مشکل شد و ساره و هاجر دیگه طاقت نمی آورد که هاجر رو ببیند، ساره مجبور شد اسماعیل رو بردارد به سرزمینی ببرد که گیاه نداشت، سرزمین خشکی بود. ابراهیم اونها رو در اون مکان قرار داد، آذوقه‌ای برای اونها قرار داد و اونها رو رها کرد که برگردد به منطقه، به آن جایی که قبل بود. هاجر آمد جلو گفت ابراهیم ما رو به که می سپاری؟ در این مکان خشک، در این مکان بیگیاه، فرمود تو را به خدا می سپارم. گفت راضیم به رضای خدا. آذوقه‌ای که ابراهیم تهیه کرده بود تمام شد. این کودک نیاز به غذا پیدا کرد، نیاز به آب پیدا کرد. مادر دلسوز فرزند است. میان این دو کوه 7 بار این مسافت رو طی کرد تا قطره آبی بر این فرزند بیابد، تا اون رو سیراب کند. که خداوند متعال به خاطر این فعل زیبای مادر به عنایت خودشون فرزند همینطور که از تشنگی
پاهاش رو به زمین میمالید چشمه‌ای رو مهیا کرد که از اون آب سیراب بشه. میگوید مردم، کسانی که به کتاب من مراجعه میکنید این شعیره منه، یعنی هر کس این واقعه را خواند یاد من میافتد. بعد میفرماد که صاحبان خرد این داستانها رو که میخوانند عبرت میگیرند. یعنی ممکن است وقایع دیگری رخ بدهد که این وقایع هنگامی که ذکر می شود یادی از اون می شود، با نقل اون واقعه و یاد اون واقعه شما یاد خدا بیفتید. یه موقعی رسید دین در خطر بود، یه کسی باید جان میداد، اونم از کی؟ از خاندان پیامبر اکرم، که این مذهب و دین رو تثبیت کنند، به مردم بفهمانند این دینی که الان اجرا می شود دین خدا نیست، دینی نیست که پیامبر اکرم آن رو به واسطه وحی به شما رسانده است. ابراهیم زن و بچهش رو برداشت آورد به سرزمین بیابان خشک. سید الشهدا زن و بچهش رو برداشت از مکه خارج شد، از مدینه خارج شد به سوی مکه و از مکه به سوی کربلا. چه فرمود؟ که انی به اوصالی تقطعها او تقطعها اصلان الفلوات بین نواویس و کربلا. چون دین در خطر است خارج می شود و خودم دارم می بینم که گرگهای بیابان بدن من رو تکه تکه می کنم. بعد فرمود انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب. مردم، من برای دنیا خارج نشدم، دنیا رو من نمیخوام، دین در خطر است، میخوام مردم رو به معروف راهنمایی کنم، منکر رو برای اونها مشخص کنم. کیو برداشت؟ بچه 6 ماهش، جوان علی اکبرش، زن و بچهش رو، خاندان اهل بیت رو تا حجت رو تمام کنند. اسماعیل تشنه شد، نیاز به آب پیدا کرد. علی اصغر هم تشنه شد، نیاز به آب پیدا کرد. اسماعیل خداوند متعال اون آب رو براش مهیا کرد، اما علی اصغر رو فذبحوه من الورید الی الوداع. آمد جلو، مردم رو نصیحت کرد چون دین در خطر بود. ابراهیم، هاجر بهش گفت ابراهیم کجا ما رو رها میکنی در این بیابان؟ گفت صبر کن، تحمل کن. هاجر گفت که صبر میکنم، تحمل میکنم. زینب آمد کنار برادر این زن بچه کجا رها میکنی؟ فرمود خواهرم صبر کن به قضای خدا، من تو رو به خدا می سپارم. اون شیرزن کربلا فرمود راضیم به رضای خدا. کیو
حسین، علی اکبرشون، اون شخصیتی که میگوید چرا استرجاع میگویی؟ فرمود الان یک لحظه بر روی محمل خوابم بود، دیدم منادی ندا میدهد اینها میروند و مرگ به دنبال آنها میروند. القوم یسیرون، این قوم میروند، حرکت میکنن و مرگ دنبال اونهاست. سوال کرد از امام حسین اولسنا علی حق، ما بر حق نیستیم پدر؟ گفت بلا، بله. گفت پس ای من در این صورت ما از مرگ نمی هراسیم. قصه هایی رو که براتون نقل میکنم خداوند متعال میفرماد عبرت است برای اصحاب خرد، یعنی واقعی رو خواهد داد که این واقعه شعار خواهد شد برای حفظ مذهب، برای حفظ دین. اون اهل خرد میفهمن که این واقعه رو باید حفظ کنن، اهل خرد میفهمن که برای آخرتشون این واقعه میتونه کمکشون کنه. در نهایت ما در یک دنیایی هستیم که فانیست. خداوند متعال یه مدتی رو به لطف خودش به ما فرصت داده که ما از این مدت استفاده کنیم، خانه آخرتمون را آباد کنیم. یک واقعی رخ داده است به عنوان شعائر الهی که این باب نجات است. بلا این جوان با این سن تو این وقت صبح، اونم جمعه صبح، برای چه آمده است در این مجلس؟ بگی تو این مجلس چه خبره؟ اینا صاحب خرده، اینا میفهمن که مزد اینجاست. انسان اگر از سن جوانی خود رو ساخت، دیگه شیطان نمیتواند او رو خارج کند از جاده، شیطان نمیتواند به او القا کند و او رو مهیا کند برای امیالی که دارد. طریق سید الشهدا طریق سازندگی. بعد وقایع سید الشهدا رو خداوند متعال در مواطن مختلف به انبیاش هم تذکر داده. حضرت آدم وقتی که از حوا جدا شد دنبالش میگشت، به یه جایی رسید پاش لغزید، افتاد زمین، بدنش خونی شد، گریان شد. سوال کرد خدایا من چه کرده ام که به این عذاب مبتلا شدم؟ فرمود آدم تو به عذاب مبتلا نشدی، این سرزمین سرزمین کربلاست. فرزند آخرین پیامبر رو در این سرزمین قطعه قطعه میکنم. گفت خدایا چه باید کرد؟ گفت باید برای دشمنانش لعن کرد. ولذا دارد 4 بار آدم اونجا لعن کرد یزید و اتباعش. نوح وقتی اون کشتی رو ساخت حرکت کرد، یک نقطه ای از این سرزمین کشتی حرکت نکرد. نوح نگران شد، گفت خدایا چه شده است؟ آیا ما از این واقعه نجات پیدا میکنیم؟ فرمود نوح نگران نباش، اینجا سرزمین کربلاست. بهترین بنده خدا رو که فرزند آخرین رسول خداست اینجا رو به شهادت میرساند. اونجا لعن کرد. ابراهیم به سرزمینی رسید که اسب او رو واژگون کرد، به زمین زد. سوال کرد خدایا چه شده است که اسب این گونه با من برخورد میکند؟ فرمود ابراهیم نگران نباش، این سرزمینی است که خون فرزند رسول خدا رو میریزند و کسی که این کار رو میکند ملعون آسمان ها و زمین است.
اسماعیل گوسفنداشو داد دست یه نفر، گفت ببر چرا. آمد گفت اسماعیل این گوسفندان از آب فرات آب نمیخورن، نمی نوشن. تو به قدرتی که داری سوال کن چرا اینها آب نمی نوشن؟ ندا آمد اسماعیل این آب رو بر بهترین بنده های خدا می بندن، خونش رو در این سرزمین می ریزن. حضرت موسی و یوشع یک لحظه به یه سرزمین رسید. حضرت موسی این کفشش از پاش خارج شد، تیغی وارد کفشش شد، خون جاری شد. سوال کرد خدایا این چه عذابی است؟ فرمود موسی عذاب نیست، این مواسات با سید الشهداست، فرزند رسول خدا که خونش رو در این سرزمین میریزن. فرمود چه کنیم؟ گفت لعن کن او رو، دشمنان او رو لعن کن. لعن کرد و یوشع اونجا دستها رو بالا برد و آمین گفت. حضرت سلیمان بر روی اون محمل و قالیچش حرکت میکرد. یک لحظه باد جلوه اون قالیچه رو گرفت، اون محمل رو گرفت، آن چیزی که سلیمان با او حرکت میکرد. گفت خدایا چه شده است؟ ترس برش داشت. گفت سلیمان نگران نباش، این سرزمین سرزمین کربلاست، سرزمینی است که خون بهترین بنده خدا به زمین میریزد. امیرالمؤمنین وقتی از صفین برمیگشتن از سرزمین کربلا حرکت کردند. وقتی متوجه شدن کربلاست، دارد آنقدر گریه کردن که این اشکهاشون زمین رو ترک کرد. هم اولیا بر سید الشهدا گریه کردند، هم انبیا گریه کردند و خداوند متعال به واسطه وحیشون این امر رو رسانده اند. چه رخ داد که زمین و آسمان بر سید الشهدا گریه کرد؟ آقایون یه طریق نجات، انسان باید همیشه دنبال این طریق باشه. یکی عمل به دستورات الهیه، همین نماز، روزه است، ترک غیبته، ظلم به کسی نشود، اینا انسان رو نجات میده. اما متاسفانه من خطاب به خودم میکنم، جسارت نمی کنم خدمت شما، اما ما از اینا خیلی دوریم. نماز ما که نماز نیست، دعای ما که دعا نیست. 2 دقیقه 3 دقیقه میشیم دعا میخونیم، ببینیم حال ادامه دعا رو نداریم. روزه ما که روزه نیست، غیبت میکنیم، گرسنگی میکشیم. یه راه دیگه هست، اون راه تضمینیه، امضا شده است، اون راه سید الشهداست. فرمود اگر کسی قطره‌ای از چشم او برای مظلومیت جدم سید الشهدا خارج شود، خدا گناهانشو میبخشه. مگه حسین چه کرده؟ سید الشهدا دین رو زنده کرد. این بزرگانی که اکثر اونها افتخار این سرزمینن، اینا وقتی که نام امام حسین رو میشنیدن از خود بی خود میشدن. لذا این نورانیت رو خدا به اونها داد. من یعظم شعائر الله، هر کی که بزرگ بشمارد، گرامی بدارد آنچه که انسان رو یاد خدا بیاندازد، این دال بر تقوای اوست، یعنی بهشتیه، یعنی عاقبت به خیره، یعنی خداوند متعال فردا ابواب رحمتش رو بر او باز کرد. این که ما جمع میشویم و براس بیاد سید الشهدا و مظلومیت اهل بیت اشک میریزیم سر داره. سرش اینه که اون طریق نجاته.
پیامبر اکرم مؤمنین رو معرفی کردن، گفتن چه کسی مؤمن است؟ ایمان در کسی است که همیشه واقعه کربلا در وجود او زنده باشه. فرمود ان لقتل الحسین علیه السلام حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یعنی در قلوب مؤمنین، مؤمن کیه؟ مؤمن اینه که عشق سید الشهدا او رو بسوزونه. اینو پیامبر فرمود. لذا وقتی قنداقه سید الشهدا رو به امام حسین دادن، قنداقه رو گرفت، اشک ریخت، گریه کرد. فاطمه سلام الله علیها پرسید پدر جان چرا گریه میکنی؟ این مولود تازه متولد شده، شما باید شاد باشید. گفت دخترم این فرزند تو رو در کربلا قطعه قطعه میکنه. گریه کرد فاطمه. بعد فرمود دخترم یه بشارتی بهت بدم، مهمه. ببین کجا اومدیم، برای چی جمع شدیم. یه بشارتی بهت بدم. یه سری از بنده های ما، یعنی اینا که من انتخابش میکردم، رسول خدا، اسم فرزند تو رو تا روز قیامت زنده نگاه میدارن. یعنی شماها، یعنی کسایی که تو این مجلس شرکت کردید تا نام سید الشهدا بمانه. آن کسی که در این مراسم شرکت میکند و آن کسی که بر سید الشهدا اشک میریزد و آن کسی که این شعائر الهی رو زنده نگاه می‌دارد به عنوان شیعه واقعی معرفی شده. امیر المؤمنین روحی له الفدا فرمود ان الله اختار لنا شیعة ینصروننا. خداوند متعال برای ما شیعه هایی رو انتخاب کرده است که ما رو یاری میدهند، ما رو یاری میکنند. یا یفرحون به فرحنا، اونهایی که شاد میشوند با شادی ما، و اونهایی که یحزنون لحزننا، وقتی که ما محزون هستیم اونها هم دلگیر میشوند، غم دارن. تعلیم میدهد امیر المؤمنین روحی له الفدا که شیعه واقعی باید چی باشه. آن است که در مقابل حسنی که برای اهل بیت واقع میشه بی تفاوت نباشه. وقتی که همه سیاه پوشیدن، وقتی که همه دارن به سر و صورت میزنن، باید محزون باشه، چون روز حزن اهل بیت. و این شعار شیعه است. واقعا شیعه با این مشخصه که هر بلایی به سر اهل بیت آمده، نگاه به ظاهرش میکنی واقع زنده میشه، چون اون روز غمگینه، اون روز نمیخنده، اون روز لباس عزا رو به تن کرده. ببینید گاهی وقتا انسان ذکر میگه، تسبیح میگه، خدا رو حمد میکنه و همچنین عبادت میکند خدا رو به طرق مختلف. امام صادق فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح. همین نفسی که میکشی به خاطر ناراحتی ما، این که خودصدار هستی، همین خودش تسبیح خداست. وقتی که تو بر ذریه رسول خدا به خاطر واقعی که بر او رخ داده است غمگین میشی، همین عبادت خداست. و فرمود همین که عزم کرده، همین که اراده کرده است که این روز رو زنده نگاه دارد، این روز رو با شکل ظاهریش اعلام کند به دیگران، این روز حسن، این عبادت خداست. به خاطر اینکه مسیر سید الشهدا مسیر زنده نگاه داشتن دین است.
میخوای با دل مطمئن محشور بشی؟ میخوای هنگامی که تو قبر تو رو بذارن برای اینکه از ظلمت قبر بترسی، از سؤال نکیر و منکر بترسی، از آن عذابی که در قبر شامل حال همه ما می شود دور بشود این عذاب از تو؟ فرمود قال الرضا علیه السلام من جلس مجلسا، یعنی همین مجلس ما، یعنی جایی که گرد میاییم تا یاد اهل بیت کنیم. من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا، تا نام ما زنده بشه، تا یاد ما بشه. لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، زبونا که گنگ شد، زبونا که لال شد، دیگه خدا اختیار رو ازت گرفت، اعمال جلو زبونت اومد، این شخص زبانش گیراست، زبانش گویاست. من امامک، امام من امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قسیم جنه و ناره. آن کسی که با قرآن است و قرآن با اوست، آن کسی که حق است و حق با اوست، زبون به زبان میاد. چون کسانی که محبت اهل بیت رو لقلقه زبانشونه فقط تو عمل خالیان، اینا زبانشون بند میاد، اینا قلبشون مرده است اون لحظه ای که نیاز به این محبت داره. چه کنیم؟ ما که معصوم نیستیم، چه کنیم خدا از گناه ما درگذرد؟ چه کنیم خداوند متعال ما رو خالی از گناه کند؟ امام رضا فرمود فعلا مثل الحسین فلیبکی الباکون، میخوای گریه کنی برا مثل سید الشهدا گریه کن. فان البکاء علی، گریه کردن بر سید الشهدا یحط الذنوب العظام، گناه بزرگ مرتکب میشدی ناامید نشو، یه قطره اشک در مظلومیت سید الشهدا از این گوشه چشمت خارج میشه، خداوند متعال تمام گناهان تو رو میبخشد، هرچند گناه بزرگی باشد. امام رضا فرمود یبن شبیب ان بکیت علی الحسین، اگر گریه کردی بر حسین، امام حسین علیه السلام، حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر الله لك كل ذنب اذنبته، اگه اشکت آمد بیرون بر گونه‌ات قرار گرفت، خداوند متعال گناه تو رو میبخشد. صغیرن کان او کبیرن فرق نمی کند، گناه بزرگی باشد یا گناه کوچکی باشد. خدا این باب رو بر من و شما باز کرده. عمر ما هم محدود است، خیلی طول نمیکشه. این پیرمردای مجلس رو ازشون سوال کنید، جوان گول نخورید، القای شبهه بهت نشه، از حالا خود تو بساز، ازش سوال کن که آقا عمر تو چجور گذشت؟ اگر غیر از این کلام رو به شما گفتن، انگار ما چشم رو بستیم و باز کردیم به این عمر رسیدیم. عمر همینه، وفا نمیکنه، اما خوش به حال آنهایی که از عمرشون استفاده کردن، عمرشون رو در راه محبت اهل بیت مصرف کردن. یه واقعی رو میخوام مصیبت براتون بخونم، امیدوارم که به واسطه این مصیبت همه ظاهر سید الشهدا بشه. من نمیدونم چقدر عاشق زیارت کربلایی، مقبل از غناها و شاعرای کاشانی، محتشم کاشانی و مقبل کاشانی،
مقبل میگه من شخص فقیری بودم، توانایی رفتن به زیارت سید الشهدا رو نداشتم، سالها میسوختم. یه دفعه ازم پرسیدم تو چرا زیارت سید الشهدا نمیری؟ گفتم والله من توانایی مالی ندارم. یه کسی از جمع دلش بر من سوخت، گفت مقبل آماده شو میخوام ببرم زیارت کربلا. گفت مهیا که شدیم به گلپای که رسیدیم، راهزنان اومدن همه اموال ما رو بردن. اینا که قدرت داشتن از جاهایی برای خودشون مال تأمین کردن رفتن. من و چند نفر دیگه گریان برگشتیم. سید الشهدا چرا ما رو نپذیرفتی؟ چرا زائر تو نشدیم؟ شب عاشورا بود، در حسینی در گلپایگان اونجا عزاداری میکردن. میگه من در حسرت کربلا بیسوختم، در این مجلس شرکت کردم، عجیب گریه کردم، اشک ریختم. این واقعه را میگوید من خودم مرحوم سبزواری به خط مرحوم مقبل خوانده‌ام و من واقعه را به نص کلام ایشان نقل میکنم. میگه شب در عالم خواب دیدم که در ورودی مرقد مطهر ابا عبدالله حسین آمدم حرکت کنم داخل، یه ملائکی اومد دست من گرفت، گفت مقبل الان نمیتونی وارد بشی. گفتم چرا؟ گفت تمام انبیا و پیامبر اکرم و فاطمه زهرا داخل زریح مشغول گریه‌اند، مشغول عزاداری. دست من گرفت برد توی جمعیتی، دیدم یه منبریست، افرادی نشستن دور منبر مثل قرص ما. یه دفعه دیدم از داخل حرم، از داخل اون جایی که ذریح هست، یه آقای رو زیر بازوش گرفتن آوردن. ملائک به من گفت این رسول خداست. رسول خدا نشستن، گفت محتشم کاشانی کجاست؟ محتشم که آمد گفت محتشم از اون شعرهای برای سید الشهدا بخون ببینم عرض ارادت چطوره. کشتی شکست خورده طوفان کربلا، اهل بیت حرکت کردن به کربلا، یه سری زن و بچه با سید الشهدا در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. چه کردن؟ قطعوه اربا اربا. تاریخ مقاتل میگه تکه تکه کردن سید الشهدا، علی اکبرش رو تکه تکه کردن. لذا وقتی سید الشهدا اومد نتوانید جسد رو جمع کنن، فرمود جوانان بنی هاشم بیار، گر چشم روزگار بر او آویلا. چه گذشته از در کربلا، چه گذشته از در کربلا. میگه من شعر میخواندم برای اهل بیت، گریه میکردم، رسول خدا گریه میکرد. یه وقتی رسید ملائک اومد گفت محتشم بس است، پیامبر قش کرد. مقبل میگه من خیلی اذیت شدم. گفتم من اگه لیاقت داشتم به منم میگفتن بخواب، تو هم یاد سید الشهدا کن. میگفت بلند که شدم برم یکی سلام زد مقبل بیا. فاطمه گفت مقبل هم برای ما بخواند. میگه من شروع کردم به خواندن مصائب سید الشهدا، از وقایعی که بر سید الشهدا رخ داد. یه دفعه دیدم صدا زد مقبل بیست کافیست، فاطمه زهرا قش کرده است، بگم
این مسائل برا فاطمه هم بوده بین در و دیوار. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. تعبیر اینه اونقدر ضربه ها کاری بوده که حضرت به زمین میخوردند. الا لعنت الله.